سلام به اولین ویدیوی خوب اینجا به اولین ویدیوی چنل من خیلی خوش اومدید. این فکر میکنم 10مین اغراق نکنم، بازم میگم 100مین، اونم اغراقه. این فکر میکنم 10مین ویدیوییه که من دارم میگیرم که میخوام بگم که به چنل من خوش اومدید. خیلی کار سختیه، چرا هیچکی اینا رو نمیگه؟ چرا همه اینجوریان که وای خیلی کول و نانازی و خفن میان جلوی دوربین، ما فکر میکنیم که چه باحاله. خب بچه ها، این اولین ویدیوی چنل منه، همینجور که داریم میبینین. من خیلی استرس دارم، از صبحم 10 بار این کار کردم، ثبت کردم، کار مختلف کردم. الان ساعت 4:10 است و همین. امیدوارم این ویدیوی اولی منو دوست داشته باشین. اگرم که خوشتون نیومد دیگه ببخشید به بزرگی خودتون، چون که دیگه ویدیو اول دیگه، ویدیو اول همیشه سخته. خلاصه که همین، این یه روز، امروز چهارشنبه بود، یک روز از صبح تا شب با منه و کار خاصی قرار نیست بکنیم. من کلا کار خاصی نمی کنم، باشگاه میرم، غذا میپزم، این ور و اون ور میرم، چیز دیگه ای ندارم. حوصله‌تون رو سر نمیبرم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومد بیاد. امیدوارم که از این ویدیو خیلی خوشتون بیاد. امیدوارم که امیدوارم توی ویدیوهای بعدی امیدوارم که بهتر پیش بره. وسیله ببینیم چه خوشگله. دارم میرم خونه، خرید کردم. خیلی خستم. سلام، همین الان از باشگاه اومدم. گفتم که گول خریدم وسط راه، جنبا بازه است. واسه سسشه گوجه، نخود، خیار، آب لیمو. خب سسش ماسته، شب با دست چپ سخته. عاشق ارده تو سسم، داخل این سس ارده هم اضافه کردم. خب نهار بالاخره حاضر شد. اینجا سالاد نخودو داریم. این هم یه بشقاب پروتئینی که کربوهیدرات هم داره. این هم واسه منه. همین دیگه، فقط منتظرم
بذارم توست شه که یه ذره نونم اینجا بذارم واسه خوشمزگیش. چطوره؟ یه مسئله دیگه ای کلن اینجوری که حالا امروز برای من پیش رفت، من خب اصلا چی شد که این کارو کردم؟ چی شد؟ یوتیوب از کجا آمد؟ چجوری شد؟ ببین من همیشه از خیلی وقت پیش خوشم میومد، من عکاسی عاشق عکاسی ام. همونجور که میدونین دیگه اغلب دوستام، من عکاسی رو خیلی دوست داشتم و دارم و همینجور ویدیو درست کردن. یعنی ببین عاشق درست کردن ویدیو هم. خب کاری که توش خیلی ازش خیلی لذت میبرم. بعدش خب خیلی فیدبک از این ور میگرفتم که ساحل چرا مثلا اینستاگرام شروع نمی‌کنی، چرا یوتیوب شروع نمی‌کنی. بعد منم دیگه یه جایی از من تصمیم رو 3 سال پیش داشتم. اگه 3 سال پیش چنلمو زده بودم الان به جای 18 نفر نمیدونم بیشتر از 18 نفر بودیم. ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است. اینو دارم از دیروز به خودم میگم. اشکال نداره ساحل، هر موقع شروع کنی خوبه. خلاصه که بچه‌ها من عاشق عکاسی، ویدیو درست کردن، کلا عاشق این کارم و همیشه هم از ویدیو درست کردن لذت می‌بردم. یعنی مثلا اینجوری نبود که مثلا اذیت شم، تحت فشار بشم. ولی امروز واسه اولین بار تو زندگیم خیلی نروس بودم. وای ببین یعنی اصلا من خیلی نروس بودم واسه این ویدیو. البته ببین تمام مدتی که من داشتم کارامو میکردم، ویدیو میگرفتم، صدای کمالگرای درونم میگفت که ساحل ولش کن، نمیشه بابا، اون چیزی که تو ذهنته نمیشه، بعد یه چیز دیگه میشه که تو نمیپسندیش، پس روزها و مدتها راجبش اوورتینک میکنی که نه این خوب نیست، کاش این شکلی بود. یعنی این تمام مدت اینجا بوده، داشت با من راه میومد. ولی من سعی میکنم بیشتر چون میدونم شروع کردن با هر چیزی که هستی بهتر از نشستن روی مبل و فکر کردن به اون تصویر آرمانیه که تو ذهنمون داریم. الان دیدم دارم خواب میرم، گفتم که یه دونه کافی سفارش بدم، دادم، منتظرم که برسه. امریکانوه. Cheers. صبحتون بخیر بچه‌ها. امروز پنجشنبه است. من قرار بود که یک ویدیو یک روز با من رو بگیرم، ولی خب در واقع ویدیو باید دیشب تموم میشد. من دیشب دیگه نتونستم ویدیو بگیرم. الان اومدم اینجا، میخواستم از همتون تشکر بکنم. مرسی از اینکه تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که ویدیو منو دوست داشته باشید. اگر که از ویدیو من خوشتون اومد حتما لایکش بکنید، کامنت انگلیسی برام بذارید و چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغل اون چیز رو فعال بکنید که براتون خبر پست جدید میاره. مرسی. تو ویدیوهای دیگه توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.